در آستانه یکی از خاص‌ترین و پرفضیلت‌ترین ایام سال قرار داریم، دهه اول ماه ذوالحجه، ایامی که الله تبارک و تعالی بر عظمتشان قسم یاد کرده است. والفجر وليال عشر، ایامی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فضیلت آن را حتی از جهاد در راه الله تبارک و تعالی بالاتر دانستند، ایامی که اعمال نیک در آن چند برابر پاداش دارد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند هیچ روزی نیست که عمل صالح در آن نزد الله تبارک و تعالی محبوب تر از این 10 روز باشد. در قلب این ایام روز عرفه قرار دارد، یعنی روز 9 ذوالحجه، روزی که دعا استجابت می شود، روزی که روزه گرفتن در آن باعث بخشش گناهان 1 سال قبل و 1 سال بعد می شود. لذا این 10 روز را غنیمت شمرده. این 10 روز مانند گنجینه است که تمام اعمال نیک در آن قرار دارد، حج، نماز، دعا، صدقه. لذا بر ماست که خود را برای این 10 روز آماده بکنیم و از برکات این 10 روز استفاده بکنیم. شاید این 10 روز نقطه عطف زندگی ما باشد.